آوردمتون عجیب ترین و متفاوت ترین همایشی که تا حالا دیدین. همایش رهاسازی کبوتر در شهر فسا یا همون کفتر خودمون. باورتون میشه کبوتران پلاک دارن؟ نگاه کنید پلاکش. این پلاک چیکار میکنه؟ این پلاک ثبت به حساب پلاک میشه مشخصات کفتره، مثلا پدرش کیه، مادرش کیه، مثلا چیزی بگن کبوتر مسافتی همون کبوتر نامه‌بری که ما تو قصه ها قدیم هست که اون تو قصه ها شنیدی، همون کبوتر نامه‌بر همین پلاکی ها، همین مسافتی ها. پدرش 650 کیلومتر هوایی نشسته، مسافتیه، شناسنامه داره پدرش، فستیوال هم داره. بله شناسنامه داره. قیمت کبوترها از چه رنجی شروع میشه؟ قیمت کفترم از دیگه حالا ضعیفش مثلا از 400 تومن هست تا بره مثلا رو مرز 20 میلیون 30 میلیون تا 100 میلیون هم کبوتر داریم. مسافتی ها مثلا اون قهرمانایی مثلا درجه یک خوب و اسمی و نامدار و مقامدار الان 100 میلیون کسی کمتر نمیده. آوردمتون عجیب ترین و متفاوت ترین همایشی که تا حالا دیدین. همایش رهاسازی کبوتر در شهر فسا یا همون کفتر خودمون. باورتون میشه کبوتران پلاک دارن؟ نگاه کنید پلاکش. این پلاک چیکار میکنه؟ این پلاک ثبت به حساب پلاک میشه مشخصات کفتره، مثلا پدرش کیه، مادرش کیه، مثلا چیزی بگن کبوتر مسافتی همون کبوتر نامه‌بری که ما تو قصه ها قدیم هست که اون تو قصه ها شنیدی، همون کبوتر نامه‌بر همین پلاکی ها، همین مسافتی ها. پدرش 650 کیلومتر هوایی نشسته، مسافتیه، شناسنامه داره پدرش، فستیوال هم داره. بله شناسنامه داره.